با سلام خدمت دنبال کنندگان کانال آموزش نحو عربی آسان. درس جدید رو آغاز می کنیم. عنوان درس الجملة الاسمیة. این درس نوع دیگری از جمله ها رو معرفی میکنه که جمله اسمیه باشد. جمله اسمیه به صورت خلاصه اگر بخواهیم تعریف کنیم، جمله است که با اسم آغاز میشه. اما برای اینکه دقیق تر جمله اسمیه رو یاد بگیرید، چند مثال رو که آورده توضیح میدم. دقت کنید. این 6 مثالی رو که آورده همگی با یک اسم آغاز شده: الدار، الجو، الغبار، الشارع، الطریق، الفأرة. یعنی این جمله ها همگی جمله اسمیه حساب میشن. جمله اسمیه به اون جمله گفته میشه که با یک اسم شروع میشه. مثال اول رو دقت کنید. الدار واسعة. خانه وسیع است، بزرگ است. ببینید این جمله با کلمه الدار شروع شده. الدار اسم هست و این جمله با یک اسم شروع شده، بنابراین می شود یک جمله اسمیه. مثال دوم رو دقت کنید. الجو معتدل. هوا معتدل است. این جمله هم با یک اسم شروع شده، الجو، و یک جمله اسمیه حساب میشه. الجو معتدل. مثال سومی الغبار ثائر. گرد و غبار به هوا برخاسته است. این جمله با کلمه الغبار که یک اسم هست شروع شده، بنابراین این جمله یک جمله اسمیه حساب میشه. و همینطور مثال چهارم، پنجم و ششم هم هر کدام با اسم شروع شده اند. الشارع، الطریق، الفأرة. با اسم شروع شدن و جمله هایی که با اسم شروع میشه به اون جمله جمله اسمیه گفته میشه. یا به عبارت دیگر اگر بخوایم توضیح دهیم، در چند درس گذشته درسی داشتیم با عنوان المبتدأ و الخبر. اگر ما بخوایم جمله اسمیه رو تعریف کنیم، به عبارت دیگر جمله اسمیه جمله است که از یک مبتدا و یک خبر تشکیل شده. ببینید هر کدام از این کلماتی که در ابتدا آمده، الدار، الجو، الغبار و همینطور الشارع، الطریق، الفأرة، هر کدام از این اسمها مبتدا هستند و اسمهایی که بعد از اون آمده خبر هست. واسعتون، معتدل و همینطور ثائر، مزدحم، ضیقة، مختبئة، و این اسمهای دوم خبر هستند. بنابراین اگر بخواهیم جمله اسمیه رو تعریف کنیم به این شکل هم میتونیم بگیم جمله اسمیه اون جمله است که از یک مبتدا و یک خبر تشکیل شده. حالا با توجه به این مثال هایی که آورده شد، قاعده 12 رو به این شکل تعریف کرده: کل جملة تترکب من مبتدأ و خبر
تسمى جملة اسمیة. هر جمله ای که ترکیب شده از یک مبتدا و خبر جمله اسمیه نامیده میشه. هر جمله ای که از یک مبتدا و خبر ترکیب شده باشد جمله اسمیه نامیده میشه. یا به عبارت دیگر اگر بخواهیم تعریف کنیم، جمله اسمیه جمله است که با یک اسم شروع میشه و اون اسم هم مبتداست. هر جمله ای که با یک اسم آغاز شود به اون جمله اسمیه گفته میشه. بنابراین نوع دوم از انواع جمله ها جمله اسمی است. نوع اول رو در درس گذشته یاد گرفتیم که جمله فعلیه بود. جمله فعلیه جمله بود که با فعل شروع می شد و اما جمله اسمیه جمله است که با اسم شروع میشه و اون اسم هم مبتداست بعدش هم خبر میه. جمله اسمیه جمله است که با اسم شروع میشه، یا به شکل دیگر اگر بگیم جمله اسمیه جمله است که از یک مبتدا و یک خبر تشکیل شده است. در پایان از شما میخوایم لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، لطفاً به ویدیو لایک بزنید، لطفاً کامنت بگذارید. امیدوارم که این درس ها برای شما مفید واقع شود. ما تلاش میکنیم که درس ها را به شکلی بسیار روان و آسان آموزش دهیم تا فایده این درس ها برای شما مخاطب گرامی هرچه بیشتر باشد. خدا نگهدار شما.